سلام به همه دوستان عزیز، به کانال توانبخشی و آموزشی تبسم خوش آمدید. من دکتر زهره کرمی هستم، مدیر مرکز تخصصی اوتیسم تبسم. ما در این مرکز تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات توانبخشی، آموزشی و مشاوره تخصصی به کودکان دارای اوتیسم و خانواده هاشون کمک کنیم. هدف ما از راه اندازی این کانال آشنایی بیشتر شما با خدمات مرکز و ارائه نکات مفیدی برای همه کودکان، به ویژه کودکان دارای اوتیسم بیش فعال، نقص توجه و کودکان دارای تأخیر تکاملی می باشد. از این پس ویدیوهای آموزشی در این خصوص در کانال ویژه والدین و مربیان قرار می گیرد. از شما دعوت می کنم به کانال ما بپیوندید تا با هم قدم‌های مؤثری در مسیر رشد و پیشرفت این عزیزان برداریم. با تشکر از همراهی شما.